ششمین وسیله علم و یکی از مهمترین وسیله های علم، این سوال برای آن برادرهایی که راهی نائل شدن از علم را میپرسند. این سوال از یک چند برادرها آمدگی هست که التماس کردند که امروز مدرسه نیست، دانشگاه اسلامی نیست که علم آموزیم، ما حتی نمیدانیم که با کدام راه علم آموزیم. این وسیله ها و این شرط ها برای این برادرها هست که با این چیزهای نویسید برادرها، در دفتر خود اقلا سرلوحه هایش را نویسید و طبق این عمل کنید. همین شرط ها، همین وسیله ها در شما یافت می شود یا نه؟ ششمین وسیله شیخ، استاد. برای خود یک استاد پیدا کنید. امام مالک رحمت الله علیه از عمرو ابن دینار علم نگرفتن. کسی اگر عمرو ابن دینار را بیند و از وی علم نگیرد این عیب بود که در یک زمانه عمرو ابن دینار قطع زندگی کردی و علم نگرفتی. گفته امام مالک عیب کردن، گفتن برای چه از او علم نگرفتی؟ گفتن که رأیته یحدث الناس قائما، دیدم که مردم را راست ایستاده حدیث میگوید. حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم را در حالت راست ایستادنش میگوید. از او علم نگرفتم که این آدم سخنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، هیبت سخنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم رعایت نمیکند. و از یک آدم ضعیف علم گرفتن که در این باره عیب کرده شدن. باز ببینید در یک جا عیب کرده شدن که از عمرو ابن دینار برای چه علم نگرفتی. گفته از یک آدم دیگه عیب کرده شدن که برای چه علم گرفتی، اون آدم ضعیف است. حدیث هایی که از طریق همین آدم گرفته حدیث ها ضعیف برآمد. گفتن که برای چی از این علم گرفتی؟ گفتن که با بسیاری و تو درازی نمازش مرا فریب کرد. گفتن یعنی امام مالک پیش از اون که از یک آدم علم گیرن، اول عبادت های اوی می سنجیدین. ببینید نمازش دیدم که نمازهاش طولانی، یعنی نمازهای نافلش زیاد، نمازهاش طولانی، سراسیمه نماز نمیخواند. همین نمازهاش من فریب داد. گفتن برای همین شده از این آدم علم گرفتم، لیکن این اهل علم نبوده است. مثلا در ذهن سبکتر است که حدیث های ضعیف روایت میکند، چخیلی که در مصطلح ما این مسئله گفته گذاشتیم، خفیف الضبط و تام الضبط به علم مصطلح برگردید. خب خلاصه استاد یکی از رکنهای اساسی علم. کدام آدمه که دیدید که علمی بزرگ دارد، دانید که استادی بزرگ دارد. استاد یکی از رکنهای اساسی در علم است. بدون استاد انسان نمیتواند عالم شود. بنابراین سخن مادر مالک ام عالیه را به خاطر آورد، اذهب الى ربیعه، به نزد ربیعه رو، تعلم من ادبه، از آداب و اخلاقش علم آموز، قبل ان تتعلم من علمه، پیش از آن که از علمش آموختی. در نزد استادمان در مسجد نبوی، در نزد شیخ محمد ابن محمد مختار شنقیطی حفظه الله درس میخواندیم. بعضی دوستان ما اومده به قفای شیخ می نشستند. در مجلس اطراف 2000 کس می نشست. در حیاتم یگان آدم ندیدم که در مجلس علمیش آدم زیاد نشیند مثل همین استاد ما. 2000 کس می نشست. علم مجلسی وعظ و نصیحت، پند و نصیحت نه که عامی هایم آمده شیند. مجلس علمی، لیکن واقعا استاد در تمام فنها اگر گپ نزنن اون رو به واسطه وعظ به مردم میرسانیدن. بسیار درسی، بزرگترین درسی که در حیات ما علم گرفتیم حلقه استاد بود. و بعضی طالب علم اومده به قفای شیخ می نشستن. شیخ روی به قبله آورده میشینن، مردم به شیخ رو می آورن. اینها تخت پشت خود را به پشت شیخ کرده در قفا می نشستن. بعضی یارو دوستان ما، من میگفتم شما همون ثبت ها را گرفته گوش کردن کرید آخر، فقط آواز شیخ میشنیدن، شیخ نمیدیدن. اون حرکت های شیخ، بعضی در مجلس بعضی حادثه ها روی میدهد، از همه این انسان علم می آموزد، از رفتار و کردار شیخ، از نشست شیخ، از سخنرانی شیخ. بعضی انسان های بی عقل و با عقل در مجلس راه میگردن، خلل میرسانند، هر خیل حادثه ها میشد در مدتی درس. بنابراین نشستن در نزد علما این رکن اساسی علم است.
بنابراین ابو حیام میگفتن که یظن الغمر ان الکتب تهدی، جوانی به تجربه فکر میکنند که کتاب انسان به راه راست هدایت میکند. و ما یدری الجهول بان فیها غوامض حیر الذهن الفهیم. اون بیچاره شخصی نادان نمیداند که در کتاب چیزهای پوشیده های هست که ذهن شخصی آدمی با فهم و زیرک را میپوشاند. در داخل کتاب یک سخنهای هست که انسان نمیفهمد. اذا رمت العلوم بغیر شیخ ضللت عن الصراط المستقیم. اگر علم را بدون شیخ اگر طلب کنی از راه راست بیرون میبری. بنابراین علما میگفتن که من کان شیخه کتابه فخطأه اکثر من صوابه. کدام آدمی که شیخش کتابش است، استاد او کتاب او هست، اون گمراهیش از صوابش یعنی که زیاد میشه. یعنی که مسئله هایی که خطا فهمید از مسئله هایی که درست فهمید بسیار میشه. کم مسئله را درست میفهمد. کدام وقت برای طالب علم اجازت است که بدون استاد کتاب خواند؟ بعد اینکه علم را آموخته آمد، بعد از آن فرصت کتابخوانی فرا میرسد. برادر عزیز، وقتی که شما دانشجو هستید، وقتی که شما دانش طلب هستید، طالب علم هستید، وقتی فقط گوش کردن، وقتی نوشتن، آموختن از علما هست. امام نووی در یک روز از 12 شیخ علم میگرفتن. ببینید اگر از 12 شیخ یک ساعتی علم گیرن، 12 ساعت علم میگرفتن. بعد از آن آمده آنها را نویسید، ترتیب دهید و درس پگینه تیاری بینید، با همین قدر دیگه وقت میرود یا اینکه نصفی همین. برای همین یکی از رکن اساسی علم استاد است. وقتی که به حدیث بخاری رحمت الله علیه نظر کنید، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبضه بموت العلماء. الله تعالی علم را از قلب عالم ها کشیده نمیگیرد که یک عالم سحر خیزد و به علم بماند، لیکن چخیل علم را از زمین الله تعالی میگیرد؟ بقبض العلماء، بموت العلماء. با قبض جان علما، با مرگ علما الله تعالی علم میگیرد. در روی زمین وقتی که عالم نماند، بعد مردم برای خود یک مردمی بی سواد جاهل را برای خود پیشوا میگیرند و از او سوال میدهند و او به مردم فتوا میدهد. روزه خوردن گیرید، حج نروید و اسفالت کنید، حج نروید و مکتب سازید، گفته فتوا دادن میگیرد. فضلوا و اضلوا، خداشون هم گمراه شدن، مردم هم گمراه کردن. فدل علی ان العلم مربوط بالعلماء. استاد میگویند که انا همین حدیث دلالت میکند که علم مربوط به علما هست. ببینید علم را الله تعالی از روی زمین چه خیلی میگیرد؟ با قبض جان علما گفت، با برداشتن کتاب ها نگفت که. بنابراین یعنی که استاد در مسئله علم آموزی رکن اساسی علم است. بنابراین میگن که علم از شکم کتاب ها گرفته نمی شود، بلکه علم از زبان علما گرفته می شود. هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجری تیزی نشد، هیچ قنادی نشد استاد کار تا که شاگردی شکرریزی نشد، هیچ مولانا نشد مولای روم تا که شاگردی شمس تبریزی نشد.